تا کدوم از اون رو قراره کار کنیم باشه؟ سرشونه و جلو بازو. جلو بازو. بریم پایین؟ بریم آره بریم. چی دیگه با این حساب باید برای اوپن یه حساب جدیدی باز کنیم. حالا یه کمی اسمش اگه بذاریم بعد بیاریم ماشاءالله عرض راپله رو مرسا گرفته تو باشگاه بارما. دیگه باید به فکر این باشیم که خودمون برای انشالله جواز اوپن آماده بکنیم و یه نماینده دیگه از آقامون از ایران روی استیج المپیا به امید خدا ببینیم. ببینیم این سراغ چه حرکتی. زمانی که برای بالا بردن میبری همون زمان استفاده کن برای پایین اومدن. آروم آروم بیا همین آروم ببر. این خوب با میت میکنه. این خوب عالیه. فاصله خوبه طول دامنه حرکت خوبه. بریم رو 80 کیلو. واقعا با این وزنه اونجور کنترل کردن خیلی سخته بچه‌ها. واو. دامنه حرکت هم میبینید آقا مرسا تقریبا تا پشت سرش داره وزنه رو میاره. ماشاءالله عالی عالی خیلی خوب بود. کنترل کردنش واقعا سخته ولی نتیجه رو همون کنترل است. خیلی خوبه و اینکه تا جایی وزن بیاریم پایین که زاویه آرنجه شما خیلی ریز شما در حد 1-2 درجه از 90 درجه کمتر باشه. دقیقاً. و چون وزن سنگینه وقتی بالا میره مفاصل رو قفل نکنید، مفصل درگیر نکنید، یه زاویه‌ای داشته باشه. این اگه درگیر شه مایه میاد مفصلی شما از بین میره. چون دقیقاً 80 کیلو وزن روشه. دقیقاً خوردگی ایجاد میشه. درسته. من حتما ورزشکارا دقت کنن. بعد یه مسئله خیلی مهم که اکثرا اشتباه رو میکنن و به مرور زمان مچ دستشون آسیبی میره. خالتری که میذارن 62 رو میدیم اینجا نذارن. آها رو کف دست نذارن. خالتر رو عمود به
ساعد دست دقیقاً، یعنی استخوان مچ زیرش باشه. اینجا دقیقاً هالتر اینجا نگرده، هالتر اینجا اشتباه. درسته. این فشار میفته رو دقیقاً مچ دست. مچ دست. آفرین. این به مرور زمان این خیلی نکته مهمه. باعث میشه که مچ آسیب ببینه و آسیب دیگه تو مچ دست، تو مچ پا، تو سرشونه. شاید یه چیزی بگم که تا آخر عمرم باهاتون است. آقا مرتضی معمولا استراحت بین سه تا وقتی وزن سنگین میشه چقدر از دیده؟ بس این که میگن 30 ثانیه 40 ثانیه درست. بستگی به ضربان قلب شما داره. ضربان قلب که اومده پایین یه مقدار شما دوباره نرم شد دوباره استارت میکنی. نباید بذاری ضربان قلب به حالت اولیه برگرده. درسته. نباید هم بذاری که تو فشار بالا باشه. بالا بمونه. آره. اون دیگه تجربیه. حالا شما اسکات میزنی. آره. طبیعتا ضربان قلبت بالاتره، شما استراحتت بیشتر باشه، موضوع میزنی کمتره. درست. این حتما دلیل برای این نمیشه شما حتما 30 ثانیه استراحت کنید. میفهم. ماش. عالی. یه ست دیگه. یه ست دیگه. ماشاءالله. واقعا سنگین ها. دقیقاً اگه دقت کنید یه ذره از 90 درجه که میاد به پشت سرش دوباره پوش میکنه به سمت بالا و واقعا سخته. ما شبیه قدیمی ها در میکنیم رونی کلمان 3 تا 8 تا 3 تا 10 تا تمام پرونده بسته میشه. ماشاءالله. آب زیادی بخوریم. مرتضی خیلی ارادت. خوبی؟ سوپر باشی. ببخشید سلامت باشید. ما اون موقع‌ها یه ذره اضافه کاری می‌کردیم، مسابقه می‌کردیم. بعد فهمیدیم کار حرفه‌ای است. نه الان جان می‌تونی این چیزایی که واقعا من این چیزایی که الان تو مسابقات حالا یا کشوری یا مسابقات استانی می‌بینم میگم این بدن اونجا مقام بیاره. عزیز این بدن اونجا مقام میاره. استایل و استراکچرش. آره خیلی وقتا و این چون اینقدر به اصطلاح بچه‌ها از سمت بیلدینگ کشیدن به سمت فیزیک کلاسیک و آره. به خاطر همین یا نمیدونم من جسارت به هیچ نمی‌کنم یا سخت بیلدینگ خیلی آره هزینه‌اش خیلی زیاده همینطوره. یا اونا خیلی راحتن زود به نتیجه میرسن. درست. به خاطر همین میگم این بدن مقام میاره. خیلی عالی عالی. آقا مرتضی این تمرینتون بود گفتم سعادت نکنم. الان فرصتی که عرض خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم. باعث افتخار. قربونتون برم. نجیب داداش. قربونت. دکتر خب حرکت بعدی چیه انتقالتون؟ نش با ماشین میرین؟ آره. آها. از دید شما تفاوت دمبل با ماشین چیه آقا مرتضی اگه بخواید؟ خطا تو ماشین خیلی کنه. یعنی دقیقاً عین یه چیزی حالا من زیاد تو تمریناتم فکر می‌کنم اولین باره که اصلا دارم توضیح میدم. آره دقیقاً. اونم شما باعث ما مختصرم. حالا ان اگه موافق باشی تو 7-8 روز آینده میام ان یه تمرین مشترک تو شهر خودتون مهمونتون باشیم. خدمت شما یکی از اصلی ترین حرکت‌های سرشونه نش جانبه. آره. که واقعا هم سرشونه گردش میکنه، خط بین سرشونه و پشت بازو در میاره که اونجا سرشونه خودشون نشون میده و از شاید از لحاظ خیلی یا حرکت راحتی باشه ولی سخت‌ترین حرکت نه از نظر سنگین زدن چون نمیتونی این حرکت سنگین بزنی. درست. از نظر اجرای حرکت. درسته. یه سری زوایا رو باید رعایت کنی. درست. آرنج دست، آره. سرشونه تو مچ دست، یه چیزی زاویه رو باید رعایت کنی که خیلی ها من دیدم که خیلی ها شاید 80% اشتباه میزنه. خب پنکره خاموش کنیم ها.
قابل توجه خیلی. ببینیم دستا رو تا کجا تو این حرکت میده، میبره دامنه حرکت منفی و مثبت. شما هم ببینید. بعد جالب اینه که 2 تا 2.5 گذاشت، اول گویا گرم میکنم، عجله‌ای ندارم برای وزن سنگین زدن. ماشاءالله. این حرکت خب بله از بغل رول پا درسته باید بیاد. آره این بازو داخل آره بازو درسته. وقتی میاد بالا داخل بازو باید پایین رو نگاه کنه، سرش به پایین باشه. آره یعنی مچ یه ذره به پایین خم شه. اکثرا که میزنن میان این حالت. دقیقاً آره. اشتباهه. من خودم خیلی چالش دارم با بچه‌ها. این اشتباهه. این باید پایین نگاه کنه. دقیقاً. مچ دست نباید بالاتر از آرنج باشه. نباید بالاتر. بعد مچ دست شما وقتی داخل درسته. این مچ دست دقیقاً دیگه مقدار به سمت داخل. دقیقاً. اینو میکشید بالا. دقیقاً. فشار مستقیم به اینجا وارد. اصلا هم تو این حرکت هیچ اجباری به وزن سنگین زدن نیست. فقط کنترل. آره درست زدنشه. بعد وقتی هم وزن میاد بالا این حرکت تا بالای بالا نیاد. فکر نکنن تا بالای بالا میارن دارن فشار بیشتری وارد میکنن. نه این خوردگی ایجاد میکنه به موازات شونه. دقیقاً تا خود مفصل شونه. عالی. اگه با مکس یه ثانیه 2 ثانیه باشه بهتر. درست. بریم. یه بار دیگه از زاویه پشتم نشون میدم بچه‌ها که ببینید دستای آقا مرتضی تا کجا میاد موقع تمرین. دقیقاً از بغل پا به زاویه مچشون هم دقت کنید. خیلی عالی. خیلی عالی. ماشاءالله. اصلا هم به این موضوع بچه ها تکیه نکنن که مربی نوشته مثلا 10 تا شما حتما 10 تا بزنید. شاید تو 8 تا میزنید بعدن خسته شده 2 تا آخر داره اشتباه میزنید. ناتوانی میرسی نمیتونی کنترل کنی استاپ. 10 تا میزنید میگی آقا 2 تا 3 تا دیگه میتونی بیشتر بزنی. دقیقاً. یعنی اولویت با صحیح زدن حرکت. صحیح زدن. ما انشالله خدا بخواد آقا مرتضی باشگاه خیلی خفن افتتاح کرده. میخوایم بریم هم یه تمرین با آقا مرتضی اونجا بکنیم هم باشگاه رو با هم ببینیم. خب یه مکس تقریبا یه ثانیه‌ای همون بالا آقا مرتضی میکنه بعد میاد پایین دستاش. این حرکت به ظاهر حرکت راحتی ولی خیلی حرکت سخت و مکس بالاش واقعا سخته و خیلی حرکت اصطلاح فیزیکالی داره. درست. یه موضوع دیگه که اینا من خیلی دیدم این که حرکت رو میزنن بله چون میخوام بیارنش بالا این بدن میزنن از بقیه عضلات. آره این اصلا شما قرار نیست با کمر بزنید ولی با زانو بزنید. آره این حرکت اشتباهه اصلا. شما قرار نیست وزن رو توی حرکت سنگین بزنید. وزن بنزه توان خود بردار. درست. فقط سنگین بردار. درست. طرف میزنه پرت. این اشتباهه. یا در حالت برگشتش سنگینه اینو ول نکن. درسته. برگشتش کنترلی بیا. درسته.
این اصلا به راحتی یعنی یه جورایی عکس جاذبه دیگه، هر چی جاذبه میگه معکوسش. درست. بالا بردنش سخت میشه واسه شما. این کنترل بیه بالا بردنش هم راحت تر میشه واسه. مرسی مرسی. خیلی ریلکس، راحت. عالی عالی عالی. وقتی تو فشار رفتی درست، اون دو تا ستای آخره که میسازه عضله رو. یپ اپ ماش عالی بود. خیلی عالی بود، ماشاءالله عالی. خب این برای حرکت نشر جلو با تناب برای داخل سرشونه، ها، بین سینه و بخش جلوی سرشونه، عضله خطی که آره این برای دقیقاً. و اینم بگم قبل از انجام هر حرکتی حتما یه ست گرم کردنی، یه وارماپ ساده، آره یه گرم کردنی بعد 5 تا 6 تا بزنن که اون عضله اون اینم حرکت سندش خیلی کم. تو این حرکت هم برگشت با اون هم رفت سمت بالا و اینکه حتما اون مکس یه ثانیه رو تو بالا داشته باشه قبل از اینکه شیب منفی شروع شاره. این حرکت از اون حرکتیه که اصلا نیاز به کمک نداره، فقط با تمرکز رو خود عضله با توان بدنی خودتون بزنید. الان 100 چند کیلو آقا مرسا؟ الان بالا شد تقریبا یه مدی مسابقه دارم. آره تو رژیم چربی‌سوزی و میخواد هستیم. آره 105 یعنی ورزشکار حرفه‌ای با 105 کیلو وزن انتخابیش فکر کنم خودتون ببینید 22 کیلو افزت گرم، ولی نحوه اجراش خیلی مهمه بچه‌ها. اون مکس و اون سرعتی که تو شیب مثبت و منفی آقا مرسا داره رعایت میکنه خیلی مهمه. این حرکت با سیمکش که انجام با دمبل نه درست. با سیمکش که انجام میدید یه زاویه 5 درجه به بدنتون به سمت جلو جلویی مقدار لگن متمایل یه شد. زاویه 5 درجه نه زیاد، ولی با دمبل نه. درست با سیمکش که انجام میدید حتما درست. این رعایت. این باعث میشه فشار لگن برداشته شه دیگه، فقط رو عضله باشه. خب ببینیم انتخاب دومش بعد از گرم کردن آقا مرسا چقدره. 2 برابر اینا وزنه بزنم. آره ولی مهم اجرای صحیح حرکت و تمرکزی که رو عضله دارم. من نمیخوام با وزن سنگین زدن قیافه الکی بگیرم و حرکتمو خراب کنم، اجرای حرکتم بد باشه. درسته. در اون صورت من فشار رو عضله نمیارم، من فشار رو آرنج دستان، رو مچ دستان، مفصل سرشونه، گردن، رو کمر دقیقاً. من ولی با انتخاب وزن درست فقط فشار رو بچه‌ها 32 کیلو تقریبا. بریم اجرای بعدی آقا مرسا رو ببینیم. بازم همینطور. واو. دقیقاً ببینید 1001 یه ثانیه مکس. 1001 با تمرکز تغییرم نمیکنه.
یعنی هم برنامه غذایی آقا مرتضی خیلی منظمه، هم اجرا حرکاتش. فشار رو صورتم متوجه شد. آره مشخص بود، با 32 کیلو جوری رو عضله کار کرده. معمولا 3 تا 4 لیتر فکر کنم آبو مصرف میکنی آقای مشایخ؟ من در طول روز نه تو خود تمرین با مکمل قبل و بعدش بالای 3 لیتر است. ولی در طول روز نزدیک 8 لیتر. 8 لیتر آب خیلی خوب، چربیش خوبه. آره گردش خون رو میبره بالا. و مهمترین مسئله ای که خوردن کافی آب برای یه بدنساز، مخصوصا تاکید میکنم برای یه پرورش اندامکار بدنساز خوبه، پاکسازی کبدشه. تعارفی با کسی نداریم. ما مکمل‌های زیادی استفاده میکنیم، قرص‌های زیادی استروئیدی استفاده میکنیم، از آمپول‌های استفاده میکنیم که اینا به اصطلاح همشون روغنی هستند و همشون فشار مستقیم رو، مخصوصا آمپولا و قرص‌های استروئیدی فشار مستقیم رو کبد دارن و اگه ما کبدمون صاف نباشه، کبدمون خوب کار نکنه، هیچ جذب هورمونی تو بدنمون انجام نمیشه. این خیلی مسئله مهمیه که بدن پوستمون از طریق آب زیاد خوردن، پوستمون یه پوست با تراوت، یه پوست بدون جوش، پوست خوشگل میتونه با خوردن زیاد آب داشته باشه که این یکی از فاکتورهای حرفه‌ای بودن همینه. حرفه‌ای بودن به این نیست که شما بریم بالا وایسی عضلات خوشگل فقط داشته باشی، فیگور خوشگل بی، اینا همش سر جاش داور به پوست بدن نگاه میکنه، شادابی و سلامت بدن میکنه. یعنی آقا این بدنه آیا هورمونی که استفاده کرده پوست بدنش چجوریه؟ آیا این پوست خوشگل زیباه؟ چون پوست پر از جوش و بیریخ داشته باشی، هر چقدر فیگور بگیری به دید داور، به دید تماشاچی دوست نداره. دیده نمیشه. یه حرف خیلی خوبی چند سال پیش، سال 2016 آقای جبلی، امید جبلی، بله، بهم گفتن که تو پوست بدنت برنده، تراوت پوست بدنت خوبه. عجب حرفی زده. اینم بگم درسته، همین تراوته، همین به اصطلاح آبی که شما استفاده میکنید و باعث این تراوته میشه، استقامت بدنی شما رو سکو تاثیر داره. هرچی بیشتر فیگور بگیری اونجا شما سرحال‌تر میشی. بدنی که خشک باشه زود خسته میشه، خالی میکنه، زود خسته میشه، خالی میکنه. ولی بدنی که تراوت داشته باشه اون بالا تازه داره ازش استفاده میکنه. درست. شما هر چی تو فیگور بری بدن سرحال‌تر میشه، بدن آماده. این یه فاکتوریه که اصلا من خودم استقامتم خیلی بالاه. درست. خود آقای جبلی هم گفتش که من یه ساعت دارم فیگور میدم، تو چجوری هر دفعه میری بالا همه حریفات خالی کردن، سرشون پایینه، تو میری بالا، میری پایین، برمیگردی خندت بیشتر میشه. یادی هم بکنم از آقای جبلی شده هر جهت سلامت باشه. خب 3 تا آخره بریم ببینیم. او عالی عالی. خب 4 تا حرکت سرشون تمام. خب البته
من یه روز دیگه هم حرکت سرشونه دارم. درسته. به این فکر نکنید که من امروز فقط روی یه قسمتی از سرشونه هم کار کردم. یه روز دیگه هم همین 4 تا حرکت سرشونه دارم با 3 تا حرکت باز. یعنی یه کم فشار میری یه پرفشار در طول هفته نه. یا نه هیچ فرقی نداره؟ اونجا حرکت ها عوض میشه رو عضلات دیگه سرشونه کار میکنه. آها، بخش دیگه یا شونه رو. آره. فهمیدم. یعنی کل سرشونه رو توی یه روز تحت فشار نه نمیذاری؟ اصلا. عالی. اصلا عضله سرشونه ما عضله بزرگ نیست، مثل عضله پا نیست، مثل درست. بغل نیست، عضله متوسطه. آره. اگه زیاد بهش فشار وارد کنیم عضله تخریب میشه. آها. از بین میره. این فکر نکنن که هرچی بیشتر وزن بزنن عضله گنده‌تر میشه. نه. درست. این نیست، همین چیزی نیست. درست. عالی. بریم برای حرکت بریم بازو. برنامه‌های خوزه رو ببینیم. خب بریم برای Okay. Now we check his plan. He say, "This is my program and my plan on the train from my coach Jose." خوزه است دیگه، انگلیسی می‌نویسه و خوزه است دیگه. آنلاین هم هست. منتظر ماست. He say, "This is Jose and he write for me English and oh, he is online now." اینم بگم قول داده که بیاد ایران. جدی؟ خب پس حتما از نزدیک باشه ملاقاتی داشته باشه. آره. ما کلاس آموزشی میذاریم باش. 100%. برای بازو دکتر نیکبخت عزیز سلام. احوال شما؟ آقا اولا بگم که ایشون از صبح تو تبه، یعنی تقریبا فکر کنم باتری 10%. چه خبر آقا؟ مرسی آقا، بریم. الحمدلله. امروز آقا مرتضی مهمونه اینجا تمرین میکنه. ایشون مهمون نیست، ایشون صاحبخونه است. خیلی هم عالی. اومدی سر باشگاهش بزنه بره. عالی. ساعت 7 شب میخوام یه نکته رو شما در مورد آقا مرتضی از هند که برگشتیم به من گفتیم. میخوام اینو از زبون خودتون بشنوم، بگین یه ویژگی خاصی داشت آقا مرتضی اونجا که بودید. والا من مسافرت زیاد با دوستان رفتم. درسته. مثلا یکی از مسافرت خوبم با دوستم حسن جانه که یه 10-15 روزی اروپا یه چرخی با هم زدیم اومدیم، بسیار لذت بردیم. البته هیچ اتاقمون یکی نبود. آره. ترجیح میدیم اتاقمون 2 تا باشه. ولی با جناب مشایخ من تقریبا اون 7-8 روزی که با هم بودیم. آره. ببخشید. میتونید تو دستتون بگین. خب یکی از نقطه‌های مثبتش اینه که بهترین حالتش زمانی که درگیر کار غذا درست کردنه ببینیش. آها. نه میگه، نه صحبتی میکنه، فقط آشپزی هم درجه آشپزی و خب در زمان آشپزی چک کردن اینستاگرام و همین. یعنی چک میخواد امضا کنه اون موقع، نمیدونم هر چی میخواد اوکیش بگیری موقع آشپزی. نه من اوکی چیزی ازش نمیخواستم بگیرم، ولی آره. در بهترین زمان و مهربونترین زمان آقای مشایخ زمانی که غذا درست آشپزی. این برنامه نظم تمرینیش و تغذیه‌اش دارم شما میگفتید من میگفتیم بسیار واقعا جزء من با خیلی از ورزشکارای حرفه‌ای تو رشته‌های دیگه مخصوصا. درسته. حالا بعد از کمتر کسایی که ریتم زندگی ورزشیشون خیلی سیریس و جدیه و کارشون مشخص شده است که چیکار می‌کنن رفتم. معمولاً ورزشکارای حرفه‌ای یه خورده ببخشید جمله رو عامیانه‌اش رو میگم، یه خورده مدل لاابالی ان ولش میکنن تا بعد از مسابقه. درسته. ولی ایشون در زمینه تمیزی، در زمینه مرتب بودن و در زمینه کارهای نرمالشون بسیار مرتبن و بسیار رو برنامه. یعنی اگه به شما میگه 8 تا 8 تا 10 دقیقه من آمادم، 8 تا 8 تا 10 دقیقه پایین آماده است. مرسی از شما. مرسی از شما بابت. آقا یه سوالی هم یادم اومد، چند تا المپیک با ورزشکارا حضور داشتین؟ من در مجموعه آسیایی، بازی آسیایی و جهانی تقریبا 37 تا 2 تا المپیک کشتی دیگه. درسته؟ کشتی. بدنسازی هم که صداشو در نمیاد جایی، فکر کنم 15-16 تا مسابقه حرفه‌ای دادین. درسته؟ تو فیزیک 13 تا. ممنونم از شما. مرسی. خب بریم
سراغ آقا مرتضی ببینیم چی کار میکنه. عجب. آره درسته. این حرکت هم با کنترل شده بزنیم، نباید وزن سنگین استفاده. درسته. بازم همون حالت شبیه مثل حرکت دمبل میان پاست، ولی حالا زاویه‌اش متفاوته. ماشاءالله. بریم با 15. اگه یکم میبینید حالا سر صدا است چون بچه‌ها دارن اینجا نرمال تمریناشون میکنن. یک 1001 دقیقاً بچه‌ها باز 1 ثانیه آقا مرتضی اون بالا مکسو داره. بریم دست چپش هم ببینیم بچه‌ها. ماشاءالله عالی. اونا باید بریم هر نمی حرکت این روستای آخر بودن نفس آدم میگیره. ولی باید بزنیم. ماشاءالله هم دوست دارم. ماشاءالله. آقا مرتضی پکو ببینیم. ماشاءالله. چقدر تا مسابقه مونده گفتین؟ یه ماه در جایزه بزرگ میدین؟ جایزه بزرگ. یه استراحت کوچیک بکنیم آقا تا بزنه دوباره برگرد. یه جلو بازو هالترم گرم میکنه آقا مرتضی. هر طرف 2.5 کیلو با یه میله متوسط. برای حرکت جلو بازوی برای درسته. برای حجم بازوی درسته. و من توی این حرکت بازو به ناتوانی نیستم. وزنه سنگین علیکی انتخاب نمی کنم. چون قرار نیست که کمرم بزنم چون اکثرا دستابی میزنن این اشتباهه. آره. فقط رو فشار رو بازوها و جلو بازو بیشتر سعی میکنم که به ناتوانی با زدن وزن سنگین رو به ناتوانی نرسونم. درسته. سیستم برنامه من اینه که یه وزن تقریبا نزدیک به سنگین آره. با تمرکز بالا مثلا 70%. با توان بدنی خودم میزنم. درست. میکنم با وزن خیلی سبک. درست. تعداد بالا که دیگه اونجا رو به ناتوانی میرسونم. درست. اصلا نبود از کمرتون، اصلا نبود از سرشونتون، از فقط باز هیچ عنوان نبود. کمکی درست. تا بیزارن اشتباه. خب یه ذره این برتر که یه تصویر خوبم داشته باشیم بچه از این نمام ببینید نحوه اجرا حرکت رو. فکر کنم گیره هاشو چیز نکردیم. روی اون میلم هستش. خب یه جا به جایی خرک داریم و خیلی خوب. یه گیره نزدیم ولی معمولا بچه ها
برای اینکه تمرکز بهتری بشین کنترل حتما گیرم یادتون نره استفاده کنید. عالی. به ریتم تنفسی آقا مرتضی خوب دقت کنید. عالی. اینجا دامن حرکت تغییر کرد آقا مرتضی وزنرم کم کرد. بچه‌ها دقت بکنید. بچه صدا با 2.5 ها نگاه کنید چه فشاری داره تحمل میکنه فقط به خاطر ریتم سریع حرکت. هرمی معکوس رفتی آقا مرتضی؟ نه کمش کردی؟ کم کردنی برای اینکه هم حرکت درست دارم هم که بعد از اون رو به ناتوانی برسونم. با سنگین زدن من آره حرکت‌های یه سری با اسکات میزنم سنگین میزنم. درست. اسکات میزنم سنگین. درست. برستینی میزنم سنگین میزنم. ولی اینا یه حرکتایی که بیشتر تمرکزی بود انجام. درست. از درشت نیست. بازو هم مثل سرشونه. عالی.